امروز میخوام شما رو ببرم سراغ 10 تا غذای خیابونی ایران که باید حتما امتحان کنید. 1. سمبوسه. ترد و تند سمبوسه های جنوبی یکی از معروف ترین لقمه های خیابونی. 2. فلافل آبادان، طلایی، برشته و پر از طعم واقعی خیابون. 3. آش رشته. یک کاسه آش رشته داغ، محبوب ترین غذای خیابونی زمستون. 4. باقالی داغ رشتی با نمک و گلپر، نوستالژی همه شمالی ها. 5. کله پاچه. کله پاچه خیابونی غذایی پر از انرژی برای شجاعها. 6. جگرکی. سیخ‌های جگر روی آتیش با بوی دود و وسوسه کننده. 7. ساندویچ بندری. ساندویچ بندری پر از سوسیس و مزه تند آتشی. 8. لبوی داغ. زمستونا بدون لبو و بلال خیابونی کامل نمیشه. 9. کباب کوبیده. پادشاه غذاهای خیابونی ایران. کباب کوبیده آبدار دودی. 10. و در آخر شیرینی بانی و زودیا. شیرینی پر از انرژی. شما کدومی که از این غذاها رو انتخاب میکنید؟ برامون کامنت کنید.